یه شهریوری فراموش نمیشه ولی خیلی راحت فراموش میکنه. به جرأت میگم عجیب ترین نوع عشق مختص شهریوری هاست. آخه آتیش عشقشون کم شعله ولی جاودانه و پر حرارته. واسه همینه نمیتونه همه ی حسشو به حس نشون بده، اما بدجوری ته دلش عاشقته. میدونی سرش تو کار خودشه، اما فکر نکن سر از کارت در نمیاره. خلاصه یه شهریوری گاهی گذشت میکنه و گاهی گذر، اما فرق بین این دوتا از زمین تا آسمونه. راستی بهتره بدونی ترجیح میده یه حقیقت نابودش کنه تا اینکه یه دروغ آرومش. پس باهاش رو بازی کن تا نبازی.